درود دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و صحت و سلامت هستید. کجای خواندم که یک متفکر میگفت که انسان باید زندگی خودش را به چند قسمت تقسیم بکند. قسمت اول الله شناسی، یعنی انسان باید یک قسمت زندگی خودش را از صرف توبه و تضرع و رکوع و مطالعه قرآن و در عموم برای الله یک قسمت زندگیش رو ببخشد. و برای چی این رو در اول قسمت زندگی گذاشت؟ چون که به الله شناسی زندگی انسان عموما یک لذتش رو گم میکند. اونهایی که در این راه خودشان را دادند و لذت آن را درک کردند میدونند که چی است. دوم، کار و فعالیت کردن. کار و فعالیت کردن رو ببینید در سطر دوم گذاشتند. با اون خاطری که مخصوصا برای مردها کار و فعالیت کردن حتمی است، چون که با تنبلی به خانه نشستن عموما کار و فعالیت نکردن خوب درست است که زندگی پیش می رود، اما زندگی گویم یک مایوس کننده هست، بی‌معنی است. باید که انسان به یک کار و فعالیت مشغول باشد که هم خود و هم اهل عائله‌اش را خورانده و پوشانده بتواند. سوم گفت که سوم این است که وقت گذرانیدن با عائله، با فرزندان، این هم خیلی مهم است. شما در همین شب و روز اگر نظر کنید، اهمیت بدهید. مثلا بنده در 35 سال حیات خود من مطمئن نیستم و گفته هم نمیتونم که مثلا فرزندان ما به کوچه براین اونها واقعا در یک محیط امن هستند، محیطی که اطراف همگی مقصد اهل علم و فرهنگ هستند و من باور داشته باشم که اونها تمام سحر تا بگه در کوچه بگردن و انشالله که امن است. این گونه نیست، همه وقت انسان در تشویش است. به همین خاطر وقت گذراندن با اهل عائله خیلی مهم است. تعلیم تربیت کردن فقط بر دوش زنها و گذاشتن خیلی نادرست است. باید که مردها هم در برابر اون کار و فعالیتی که پیشتر از این گفتیم وقت جدا کرده باید که سهم خود را بگذارند. چهارم، تفریح مثلا یکی از برای خود، برای جسم و روح خودتان باید که وقت برای تفریح گذرانیده باشید. از مثال خودم برایتون میگم، خیلی کم تفریح میکنیم، خیلی کم به وجود خودمون اهمیت میدیم. وقتی که سالمی از بین رفت و بعدا به قدری تفریح میرسیم و بعدا به قدری ورزش میرسیم و بعدا شاید به تفریح برایم، به استراحت برایم، با مثل امروزی که با آمدیم در چندین سال اولین مراتبه، حالا که یک چند کیلومتر بالاتر از همون خانه ما بوده است این گونه منظره های خیلی زیبا و قشنگ و دلربا، و بعدا ورزش میکنیم که احتمال دیر هم میشود. و پنجم قسمت این آموزش علم است. آموزش علم نوابسته از آنه که ما در کدام کار و فعالیت هستیم، مخصوصا از نگاه بنده شرط و ضرور است انسان هر روز لااقل باید که برای انکشاف و برای تکمیل خودش، نوابسته از آن که کدام کتاب است، کدام چی است و برای ما مبلغ میبیارد یا که چیز دیگر، باید که مطالعه کنیم، باید که اهل علم باشیم، باید که اهل درک و فهم باشیم. چون که مقصد از زندگی کردن، مقصد از بودن، حالا فقط همین کار کردن، فعالیت کردن و مبلغ آوردن این گونه نیست.